عصر شبکه جهانی که سراسر جهان را به هم متصل کرده است. امروزه شرکت‌ها بدون توجه به مرزها می‌توانند به راحتی از طریق آفلاین و آنلاین با مصرف کنندگان سراسر جهان ارتباط برقرار کنند. مصرف کنندگان نیز از طریق شبکه‌ها با دوستان و آشنایان خود در ارتباط هستند، اطلاعات را به اشتراک می‌گذارند و می‌توانند محصولات با کیفیت بهتر را با قیمت مناسب‌تر انتخاب کنند. در محیط بازار که به سرعت در حال تغییر است، رقابت شرکت‌ها برای به دست آوردن سلطه اقتصادی جهانی بیش از پیش شدت گرفته است. در میان رقابت روزافزون بین شرکت‌ها، یک شرکت فروش مستقیم بومی کارهایی وجود دارد که با استواری در حال گشودن راه خود در بازار جهانی است. کشور ما طی چند دهه گذشته رشد اقتصادی پایداری داشته و اکنون در میان کشورهای برتر صادرکننده جهان قرار دارد. به طور شاخص کره در زمینه‌های نیمه‌نهادی، خودرو، فولاد و کشتیسازی دارای رقابت‌پذیری جهانی است و کشورهای اصلی صادرکننده شامل آمریکا، چین، ژاپن و کشورهای اروپایی میباشند. اخیراً با جلب توجه جهانی به همه جنبه‌های فرهنگ کارهایی در بازار جهانی علاوه بر نیمه‌نهادی، خودرو، فولاد و کشتیسازی، محصولات غذایی، لوازم آرایشی، کالاهای مصرفی و مکمل‌های سلامت کارهایی نیز مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. مصرف کنندگان خارجی در عصر شبکه‌های جهانی محصولات کشور ما را از طریق روش‌های مختلف توزیع دریافت می‌کنند. یکی از این روش‌ها فروش مستقیم است. بله. کسب و کار و روش توزیع فروش مستقیم از آمریکا آغاز شده و می‌توان گفت که این یک شیوه تجاری با قدمتی بیش از 100 سال است. با این حال این کسب و کار به طور جدی از دهه 1960 در آمریکا و با ظهور یک شرکت خاص آغاز شد که این روش را به سراسر جهان گسترش داد و اکنون میتوان گفت به بازاری با مقیاس بزرگ تبدیل شده است. فروش مستقیم به این معناست که مصرف کننده‌ای که خود از محصول استفاده کرده و به کیفیت آن پی برده است، اون رو به سایر مصرف کنندگان معرفی میکنه و به این ترتیب شبکه فروش گسترش می‌یابد. کمیسیون تجارت منصفانه هر سال در ماه ژوئیه آمار مربوط به صنعت فروش مستقیم کشور ما را منتشر می‌کند. بر اساس جدیدترین آماری که منتشر شده، در سال 2022 اندازه بازار فروش مستقیم در کشور ما بیش از 54 تریلیون وون بوده است. در دهه 2010 این صنعت به طور مداوم رشد داشته و اگرچه در چند سال اخیر کمی رکود را تجربه کرده بود، اما به نظر می‌رسد اخیراً دوباره در حال رشد است. در میان شرکت‌های فروش مستقیم، شرکت‌هایی با موفقیت به بازارهای خارجی راه یافتند. این شرکت پس از تأسیس در 2009 از 2010 با ورود به آمریکا به روش فروش مستقیم وارد بازار جهانی شد و 26 شعبه در خارج از کشور تأسیس کرد. استراتژی بازاریابی جهانی شرکت ما با بازار داخلی تفاوتی ندارد. استراتژی اصلی ما این است که محصولات خوب را با قیمت مناسب عرضه کنیم. از آنجا که فروش مستقیم مبتنی بر بازاریابی دهان به دهان است، اگر کیفیت و قیمت مناسب باشد، این روش در هر کشوری جواب می‌دهد. این شرکت با استفاده از روش فروش مستقیم برای اولین بار در کشور موفق به ورود به بازارهای خارجی شد و به عنوان یک شرکت توزیع جهانی جایگاه خود را تثبیت کرد. فروش جهانی این شرکت به 2 تریلیون و 200 میلیارد وون رسیده است. حدود 15 میلیون مصرف کننده در سراسر جهان دارد و در سال 2021 موفق به دریافت جایزه صادرات 300 میلیون دلاری شد و در سال 2022 نیز وارد جمع 10 شرکت برتر فروش مستقیم جهانی شد. کشوری در قاره آسیا که از 23 استان، 5 منطقه خودمختار، 4 شهر تابع مستقیم و 2 منطقه ویژه اداری تشکیل شده است. کشوری با فرهنگ‌ها و اقوام گوناگون. چین سرزمینی است پر از فرصت که بسیاری از شرکت‌های داخلی و خارجی تمایل دارند وارد آن شوند. رشد اقتصادی در بالاترین سطح و جمعیت بی‌نظیر در جهان باعث شده بازار داخلی غنی چین عاملی باشد که شرکت‌های جهانی را به سرعت بخشیدن به ورودشان به چین ترغیب می‌کند. بسیاری از شرکت‌های داخلی تلاش کردند وارد بازار چین شوند، اما نتوانستند از دیوار بزرگ چین عبور کنند و عقب‌نشینی کردند. فرهنگ مصرفی که شرکت‌های داخلی را در اولویت می‌گذارد و مقررات دولت چین از دلایل اصلی این موضوع است. در واقع تا به حال بسیاری از شرکت‌های کارهایی وارد بازار چین شدند و واقعاً رشد زیادی داشتند و فرصت‌های تجاری زیادی ایجاد کردند. اما اخیراً رقابت‌پذیری محصولات و قدرت رقابتی قیمتی شرکت‌های چینی به سرعت در حال افزایش است.
در نتیجه میتوان گفت که مزیت نسبی شرکت‌های کارهایی یا از بین رفته یا به میزان زیادی کاهش یافته است. این موضوع را میتوان بزرگترین دلیل دشواری شرکت‌های کارهایی در بازار چین دانست. یکی دیگر از دلایل به خاطر ویژگی‌های خاص کشور چین است، مثلا افزایش مقررات سیاسی یا بالا رفتن عدم قطعیت در محیط کسب و کار که این موارد هم از جمله عوامل تاثیرگذار هستند. به ویژه در سالهای اخیر افزایش تمایل مصرف کنندگان چینی به محصولات داخلی خودشان نیز یکی از دلایل مهم به شمار می‌رود. این موضوع در آمارها هم مشهود است. بر اساس گزارش اتحادیه ملی اقتصاد کره، سهم فروش 30 شرکت بزرگ داخلی در چین به دلیل کاهش تقاضا در بازار محلی و عوامل دیگر، روند نزولی مداومی را نشان می‌دهد. اینجا شهر بندری یانتایی در شمال شرقی استان شاندونگ چین است. این شرکت با اتخاذ استراتژی بومیسازی در چین توانسته است با موفقیت در بازار چین جایگاه خود را تثبیت کند. شهر یانتایی در استان شاندونگ قرار دارد. استان شاندونگ از نظر جغرافیایی بسیار به کره جنوبی نزدیک است و به همین دلیل در بخش لوجستیک بسیار راحت و مناسب است. همچنین شهر یانتایی به طور بسیار فعالانه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری تلاش کرده است. شرکت ما به عنوان اولین شرکت سرمایه‌گذار در شهرک صنعتی مشترک کره و چین در یانتایی انتخاب شد و به همین دلیل وارد یانتایی شدیم. شهر یانتایی یکی از شهرهای برتر اقتصادی چین است و با منابع غنی و صنایع پیشرفته مانند ماشین‌آلات، فناوری اطلاعات، خودروسازی و کشتیسازی محور اقتصاد شرق آسیا محسوب می‌شود. شرکت‌های جهانی داخلی در این محیط با ایجاد شهرک‌های صنعتی برای همکاری کره و چین و اتخاذ استراتژی‌های بازاریابی متناسب با بازار چین وارد یانتایی شدند تا بازار را هدف قرار دهند. این شرکت پس از ارزیابی اداره بازرگانی شاندونگ چین به عنوان تنها دفتر مرکزی منطقه‌ای شرکت‌های چند ملیتی در یانتایی انتخاب شد. همچنین در سال 2022 این شرکت توسط اداره بازرگانی شاندونگ به عنوان یکی از شرکت‌های کلیدی توسعه تجارت الکترونیک چین انتخاب شد. کسب و کاری که از شهر یانتایی آغاز شد، به سراسر چین گسترش یافته و اکنون با تأسیس 10 شعبه در استانها و شهرهایی مانند شاندونگ، پکن، جیلین، هنان، شانگهای و غیره با مصرف کنندگان چینی در ارتباط است. تنها در چین بیش از 2 میلیون عضو داریم و از شروع در آوریل 2020 سالانه 4000 میلیارد وون فروش ثبت کرده‌ایم و از ورود به بازار چین 2020 مجموع فروش تجمعی ما از مرز 1 تریلیون وون گذشته است. با تأسیس شرکت محلی در چین، برخی از شرکت‌های همکار که با دفتر مرکزی کره همکاری داشتند، نیز در چین کارخانه‌هایی تأسیس کردند و به این ترتیب اکنون می‌توانیم محصولات باکیفی‌تر و رقابتی‌تر را مستقیماً در چین تولید و عرضه کنیم. اینجا یکی از اصلی ترین شرکت‌های همکار شرکت فروش مستقیم و شرکت تخصصی تولید مسواک است. این کارخانه تولیدی داخلی جایی است که استراتژی اصلی شرکت یعنی کیفیت مطلق و قیمت مطلق تحقق پیدا می‌کند. در نتیجه 20 سال تولید مداوم با این باور که باید همیشه محصولات خوبی بسازیم، موفق شدیم تجهیزات را به صورت داخلی توسعه دهیم و سیستمی ایجاد کنیم که بتونه تست کیفیتی بسیار سختگیرانه‌تر از استانداردهای کس انجام دهد. در اصل این شرکت همکار به کیفیت محصولاتش اطمینان داشت، اما بازار فروش مناسبی نداشت. پس از همکاری با شرکت فروش مستقیم جهانی رشد کرد. خب محصول مسواک ما بیش از 10 سال است که هر عدد آن به قیمت 990 تومان فروخته می شود. با عنوان مسواک یک ثانیه‌ای شناخته می شود و سالانه بیش از 3,700,000 عدد از آن به فروش می رسد. با این همکاری میان شرکت ما و آن شرکت پیشرفت چشمگیری حاصل شد. یکی دیگر از ارزش‌های کلیدی شرکت فروش مستقیم جهانی رشد و پیشرفت مشترک است. با ورود به بازار چین به شرکت‌های کوچک و متوسط داخلی که تمایل داشتند، فرصت ورود به بازار چین رو دادیم و در نتیجه 7 شرکت همکار به صورت مشترک کارخانه‌ای در چین تأسیس کردند و اکنون در بزرگترین بازار جهان یعنی چین به طور جدی فعالیت تولیدی دارند. شرکت‌های همکار که با تشویق دفتر مرکزی داخلی به بازارهای خارجی وارد شدند، توانستند در چین نیز کیفیت بی‌نظیر خود را به اثبات برسانند.
مسواک‌هایی که در کارخانه چین تولید می‌شوند موفق به دریافت گواهینامه محصول با کیفیت بالا از استان شاندونگ شدند. سیستم گواهینامه محصولات با کیفیت بالای استان شاندونگ با هدف شناسایی و پرورش برنده‌ای با کیفیت عالی ایجاد شده و به دلیل اعمال استانداردهای سختگیرانه در ارزیابی اهمیت ویژه‌ای دارد. ما به همراه هم به بازارهای جهانی وارد شدیم و در حال حاضر محصولاتمان در 27 کشور از جمله کره جنوبی به فروش میرسد. به ویژه با تأسیس کارخانه در شهر یانتای استان شاندونگ به اقتصاد محلی کمک کرده ایم و همچنین برتری محصولات کرهایی را معرفی می‌کنیم. حتی در شرایط دشوار اقتصادی چین از جمله بحران کرونا 19 بسیاری از مصرف کنندگان چینی همچنان به دنبال محصولات این شرکت هستند. ما با یکی از مصرف کنندگان ساکن شهر یانتای ملاقات کردیم در عصری که زندگی شخصی و سلامت مهم شده است. امروزه رژیم گرفتن و مصرف مکمل‌های سلامت دیگر یک انتخاب نیست بلکه به یک ضرورت تبدیل شده است. این فرد هم در زندگی روزمره خود مکمل‌های مفید برای سلامتی را مصرف می‌کند. سلام. من واین چنگمی از یانتای استان شاندونگ هستم. الان تابستان شده است. به حفظ سلامتی خودم علاقه‌مندم. با گرم شدن هوا باید بیشتر ورزش کنید. همچنین باید به رژیم غذاییمان هم توجه کنیم. مثلا باید شب‌ها کمتر غذا بخوریم. و از محصولات ایسونگیون و پودر انگور سبز استفاده می‌کنیم. این چیزها می توانند به رژیم غذایی ما کمک کنند. با یک خانم مصرف کننده دیگر که در شهر یانتای زندگی می کند هم ملاقات کردیم. او به طور ویژه به مراقبت از سلامتی خود اهمیت می داد. اخیراً خیلی به سلامتی علاقه‌مند شدم. به عنوان یک کالای محبوب و با کیفیت. این محصول ساخت کره جنوبی است. من هر روز 2 بسته از آن را مصرف می‌کنم. به همین خاطر سالم‌تر شدم. با توضیحات دوستم متوجه شدم که این محصول برای سلامتی مفید است. در نتیجه رضایت مصرف کنندگان چینی، این محصول از سوی نهادهای مختلف مورد تایید قرار گرفته است. این محصول موفق به دریافت گواهینامه تضمین اعتماد به کیفیت شده و در سال 2020 گواهی برند برتر با اعتبار بالا در صنعت چین را کسب کرده و در سال 2022 به عنوان شرکت نمونه با کیفیت و قیمت مناسب انتخاب شده است. این شرکت با تکیه بر رشد اخیر خود قصد دارد تاثیرگذاریش را در بازار جهانی بیش از پیش گسترش دهد. ما اطمینان داریم که تأسیس مرکز تحقیق و توسعه نقطه عطفی برای ورود یک گام دیگر به بازار چین خواهد بود. این شرکت برای بقا در فضای رقابتی بی‌پایان بازار به تحقیق و توسعه محصولاتی که با شرایط محلی سازگار باشند تمرکز کرده است. ما معتقدیم که تحقیق و توسعه محصولات یکی از عناصر کلیدی در اصل تولید محصولات لوکس برای عموم مردم است. من پارک هانگیل، رئیس شرکت سهامی هستم. سلام به همه. هنگام ورود به بازار چین، نگرانی‌ها و دغدغه‌های زیادی داشتیم. اما با عرضه محصولات لوکس برای عموم مردم با کیفیت و قیمت بی‌نظیر در بازار چین، این حال شروع. بزن بریم. شهر یانتای هیچ تلاشی برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها دریغ نکرده و در زمینه‌هایی چون معافیت مالیاتی، انتخاب زمین و حمایت اداری همکاری می‌کند. اگر چنین حمایتی را ارائه دهید، ما نیز همانطور عمل خواهیم کرد. ما آماده‌ایم تا با همکاری شما در مرکز چین فعالیت کنیم و با تکیه بر تخصص و تجربه بدون توقف به رشد و توسعه ادامه دهیم. با استفاده از منابع محلی و روحیه نیویورک، چرا باید عقب بمانیم؟ پس از انتخاب زمین در زمینه‌های اصلی مانند پزشکی، سیستم‌های جدید و حمل و نقل دریایی، ما نیز با خرد و توانایی خود بهترین نتایج را به دست خواهیم آورد. حداقل باید به طور مداوم این روند را ادامه دهیم و به درستی مدیریت کنیم. در سراسر جهان هیچ کشوری وجود ندارد که مردمش کالاهای با کیفیت و ارزان را دوست نداشته باشند. تبلیغ کردن چیزی که هم گران است و هم کیفیت خوبی ندارد، این اصلاً انتقال ارزش محسوب نمی شود. به همین دلیل ما باید ارزش رو منتقل کنیم، یعنی محصولی که واقعاً ارزان و با کیفیت باشه تا کسانی که دربارهاش میشنوند از اون استقبال کنند و بتونند به طور مداوم اون رو دوباره خریداری کنند.
فقط در این صورت است که این کسب و کار میتواند پایدار بماند. ورود شرکت به بازارهای خارجی نه تنها در چین بلکه در سایر شعبات بین‌المللی موفق بوده است. اولین ورود شرکت به بازارهای خارجی در سال 2010 بود. از آمریکا شروع شد و حالا این رشد در کشورهایی با زبان و فرهنگ متفاوت مانند آمریکا، ژاپن، کانادا، استرالیا، اندونزی و روسیه نیز ادامه دارد. در آمریکا که زادگاه فروش مستقیم و بزرگترین بازار فروش مستقیم جهان است، این شرکت برای اولین بار در میان شرکت‌های فروش مستقیم داخلی در سال 2022 به فروشی معادل 1100 میلیارد وون دست یافت و امکان پذیری بازاریابی شبکه‌های مبتنی بر مصرف کننده را به اثبات رساند. در مورد ژاپن، با اینکه این کشور به داشتن سلیقه مصرف کننده سختگیر و بازار بسته معروف است و بسیاری از شرکت‌های داخلی آنجا با مشکلات روبرو شدند، اما شعبه ژاپن این شرکت سال 2011 افتتاح شد و اکنون بیش از 90% مشتریان آن مصرف کنندگان محلی هستند و ماهانه میانگین 2500 عضو جدید ثبت نام می‌کنند. به این ترتیب این شرکت بیش از 10 سال رشد پایدار در ژاپن داشته است. شعبه مالزی این شرکت که فعالیت خود را دسامبر 2016 آغاز کرد، در سال 2022 فروشی بیش از 1000 میلیارد وون ثبت کرد و اکنون یکی از رهبران بازار جنوب شرق آسیا است. به ویژه بر اساس ارزیابی‌هایی که بر مبنای پایداری، آگاهی از برند، سهم بازار و مشارکت اجتماعی انجام شد، این شرکت به عنوان یکی از 100 شرکت برتر کوچک و متوسط در مالزی انتخاب شده است. سبک ما برای ورود به بازارهای خارجی اینطور است که معمولاً ابتدا کالاهای ما به اون کشور وارد می شوند. بنابراین تعداد کشورهایی که قصد ورود به آنها را داشتیم از همون ابتدا مد نظرمان نبود. اگر به روند ورود ما به هر کشور نگاه کنید، می بینید که دفتر مرکزی ما ابتدا تصمیم نمی گرفت در کدام کشور باید شرکت تأسیس کند، بلکه ابتدا محصولات ما وارد آن کشور می شدند. ازبکستان که در آسیای مرکزی قرار دارد، این شرکت در سال 2023 26مین شعبه خود را افتتاح کرد. ازبکستان با تولید ناخالص داخلی سرانه $9530 دارای هزینه مصرفی فردی بالایی است و پرجمعیت‌ترین کشور آسیای مرکزی به شمار می‌رود. در حال حاضر که جهان به همه جنبه‌های فرهنگ کارهایی مانند کیپاپ، کی دراما، کی فود و کی بیوتی توجه ویژه‌ای دارد، موج علاقه به کیپاپ در ازبکستان نیز به شدت در حال افزایش است. این علاقه به فرهنگ کارهایی باعث شده است که در کشورهایی مانند روسیه و ازبکستان توجه به شرکت‌های فروش مستقیم نیز افزایش پیدا کند. افراد زیادی هستند که با دیدن آرایش بازیگران سریال‌ها و خوانندگان آیدل به کی بیوتی علاقه‌مند شده‌اند. در مکان‌هایی که لوازم آرایشی کارهایی در ازبکستان فروخته می‌شود، همیشه افرادی هستند که به دنبال خرید محصولات مراقبت پوستی، ماسک صورت و لوازم آرایش رنگی هستند. لیو جهیون را چه صدا می‌زنند؟ اسمش لیو جهیونگ است. لوازم آرایشی کارهایی در مراحل دوم و سوم بیشترین شهرت را دارند. با توجه به محبوبیت در کشورهای آسیای مرکزی، بیش از 2000 عضو از جمله بنیانگذار، رئیس پارک هانگیل در روسیه، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان گرد هم آمدند. شرکت به اعضای خود مسیر درست کسب و کار را نشان می‌دهد و به این موضوع افتخار می‌کند. اینجا پایتخت ازبکستان تاشکند است. شرکت‌های فروش مستقیم جهانی با توجه به محبوبیت فرهنگ کارهایی و تصویر مثبت از کره، مطمئن بودند که اگر محصولات خوب را با قیمت مناسب ارائه دهند، توجه زیادی را جلب خواهند کرد. Abrinchina but man kaybulding talak jude and balantid blasli kumeni spots wang narka bini yakalungs tug kuliamenisa shozong nedikara shachaman bolding man kaybulding talak jude and balanrage boya mani fuela esubikistan nachiarchi. مردم ازبکستان به دلیل همه‌گیری و سالمندی به سلامت و تندرستی علاقه‌مند شدند. در همین راستا فردی بود که به ازبکستان آمده و در زمینه بازاریابی فروش مستقیم فعالیت خود را آغاز کرده است.
پس از شروع کسب و کار در کره به طور طبیعی مشتریان خارجی پیدا شدند و به دلیل علاقه مردم ازبکستان به کره و حضور کرهای اتباران مسلط به زبان کارهای تصمیم گرفتند کسب و کار خود را در این کشور راه اندازی کنند. در وهله اول مردم این کشور کره را دوست دارند. ازبکستانی ها به کره علاقه دارند و نسبت به کرهای ها احساس خوبی دارند. خب اینجا بودن یک کرهای خودش یک مزیت محسوب می شود. با این حال وقتی یک کرهای واقعی نه یک ازبک بیاد و خودش صحبت کند تأثیر بیشتری دارد. نه، بعد مسیر رو عوض کردم و به سمت این رفتم که اجازه بدهم مردم محصولات رو امتحان کنند و لمس کنند و خودم بیرون میرفتم تا واقعا مشتری ها رو بیاورم و باعثشون دوباره سر بزنند. این روشی بود که شروع به استفاده از اون کردم. وقتی از این تکنیک استفاده کردم واکنش ها نسبت به این بخش خیلی خوب بود. ساختار کار بهتر شد و رابطه ها نزدیکتر شد. واکنش ها نسبت به این بخش خوب بود و ارتباط نزدیکتر شد. در حال حاضر شرکت به موفقیت فعلی خود قانع نیست و برای یک جهش بزرگ به منظور رشد مشترک در بازار جهانی در حال آماده سازی برای آینده است. این همان چیزی است که به آن پروژه ایکس میگویند. این پروژه است که محصولات شرکت، محتوا و دانش کسب و کار را به طور همزمان به همه اعضا در سراسر جهان منتقل می‌کند. فعالیت‌های داخلی مرحله‌ای به فعالیت‌های جهانی گسترش نمی‌یابد و فعالیت‌های داخلی و جهانی همزمان انجام می‌شوند. مؤسس شرکت از اکتبر سال گذشته تا ژوئن امسال به آمریکا، مکزیک، برزیل، جنوب شرق آسیا، اقیانوسیه و دیگر مناطق سفر کرده و در مجموع 120,000 کیلومتر یعنی مسافتی بیشتر از 3 دور به دور زمین را پیموده است. بازدید از سمینارهای سراسر جهان و دیدار با اعضای جهانی نیز بخشی از فعالیت‌های پروژه ایکس به شمار می‌رود. همچنین در قالب پروژه ایکس، اعضای رهبر کشور ما نیز به طور داوطلبانه به شعبات خارجی سر می‌زنند و برتری محصولات کشورمان و دانش فنی کسب و کار را به آنجا منتقل می‌کنند. بله، ما حالا مسئولیت پخش داخلی ویدیو، تولید، فیلمبرداری، سپس تدوین و بعد هم نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی را بر عهده داریم. چون افراد متخصص زیادی در این زمینه‌ها داریم، در حال به اشتراک گذاری دانش فنی و تجربیات جهانی با خارج از کشور هستیم. یکی از دلایل به اشتراک گذاشتن این دانش فنی این است که بتونیم سیستم‌های شعبات قدیمی و فعلی رو با هم هماهنگ کنیم. همچنین ما به خاطر تجربیات انباشته‌ای که داریم، اتفاقات غیرمنتظره‌ای که در محل رخ می‌دهد را هم مدیریت می‌کنیم و این تجربیات را به اشتراک می‌گذاریم تا سیستم را بهتر اداره کنیم. علاوه بر این، اخیراً با شیوع پاندمی و پس از آن، روندهای فناوری خیلی تغییر کردند. ما این روندهای فناوری رو هم با هم به اشتراک می‌گذاریم. اعضای خارجی که به کره سفر کردند، فرایند تولید محصولاتی که خود استفاده و معرفی می‌کنند را از نزدیک بازدید کردند. پس از بازگشت به کشورشان، برتری محصولات کرهایی را زنده اطلاع رسانی می‌کنند. پروژه ایکس با اجرای صندوق حمایت میانی تلاش می‌کند تا اعضای جهانی با یک دل و یک صدا اطلاعات را به اشتراک بگذارند و برای موفقیت مشترک و حرکت به سوی آینده گام بردارند. صنعت فروش مستقیم کشور ما به طور پیوسته رشد کرده و پیش بینی می شود که در آینده نیز به رشد خود ادامه دهد. اما نه تنها فروش مستقیم بلکه کل بازار توزیع جهانی نیز اخیراً به سرعت در حال تغییر است. تأثیر فناوری که با انقلاب صنعتی چهارم شناخته می شود بسیار زیاد شده و روش‌های توزیع غیر حضوری مبتنی بر آنلاین و موبایل به جریان اصلی تبدیل شدند. از این نظر شرکت‌های فروش مستقیم کشور ما نیز باید خود را با محیط در حال تغییر وفق دهند و مهمتر از همه باید به خاطر داشته باشند که تنها شرکت‌هایی که بر پایه رقابت پذیری عالی محصولات و پایداری کسب و کار ارزش واقعی را به مصرف کنندگان ارائه می‌دهند می‌توانند به شرکت‌های توزیع جهانی تبدیل شوند. شرکتی که با این باور شروع کرد که اگر محصول خوب را ارزان بفروشی موفق خواهی شد. هیچ کس انتظار موفقیت نداشت، اما اطمینان بنیانگذار به اصول و قواعدش باعث شد که تنها در 13 سال فروش خارجی شرکت از فروش داخلی پیشی بگیرد و به یک شرکت توزیع جهانی تبدیل شود. گسترش بازارهای خارجی که از مهد فروش مستقیم یعنی آمریکا آغاز شد، از چین عبور کرد و تا ازبکستان نیز گسترش یافت. اما گفته می شود که این پایان راه نیست. میگن این فقط بخشی از یک سفر عظیم است برای ملاقات با مصرف کنندگان در هر گوشه از 5 اقیانوس و 6 قاره جهان. یک شرکت بومی فروش مستقیم جهانی که در اون مصرف کننده، تولید کننده و فروشنده همگی با هم رشد میکنند.
با پیروی از اصول مدیریت مبتنی بر کیفیت مطلق، قیمت مطلق و محوریت مصرف کننده، امیدواریم آینده‌ای را برای این شرکت رقم بزنیم که با روش فروش مستقیم به عنوان یک شرکت بومی کرهایی در جهان بدرخشد و رهبری بازار جهانی را به دست گیرد.